چی از این بهتر که کاری که دارید ازش لذت میبرید رو باهاش کسب درآمد هم بکنید. فکر کنم یه فرصت طلایی برای استعدادی باشه که شما دارید. این ویدیو یه ولاگ متفاوت از یکی از بزرگترین همایش‌های گیمینگ و اولین دوره همی ریزر در ایرانه که اگه توی مراسم هم حضور نداشتین اصلاً اشکالی نداره، ولی اگر این ویدیو رو از دست بدین کل عمرتون برفناست. ریزر از جمله شناخته شده ترین کمپانی های فعال حوزه تجهیزات کامپیوتر و به صورت ویژه محصولات و لوازم جانبی گیمینگ که در سراسر دنیا طرفداران بسیاری داره و تجربه منحصر به فردی و به کاربران ارائه میکنه. در طی این رویداد تعداد زیادی از گیمرهای حرفه‌ای، استریمرها و البته رسانه‌های ویدیو گیم به میزبانی شرکت پانا و مجموعه اگزو گیم و با اسپانسرینگ مجموعه جی مکس دور هم جمع شدن تا یه روز به یاد موندنی برای دوستداران ویدیو گیمو رقم بزنن. بیشتر از این دیگه توضیح نمیدم تا بقیه‌شو تو ادامه ولاگ ببینید. پس برو بریم. این رویداد به عنوان یکی از بزرگترین ایونت های گیمینگ اسپانسرهای مختلفی داشت که برند نوشیدنی انرژیزای فایر پاور یکی از اونا بود و توسط جی مکس اد به عنوان حامی و عهدهدار پذیرایی از شرکت کنندگان این ایونت انتخاب شده بود. در حین پذیرایی از مهمونا رفتیم سراغشون و ازشون پرسیدیم که اگه نوشیدنی فایر پاور بهتون قدرت ماورایی اینو میداد که بتونید وارد دنیای یکی از بازی‌های ویدیویی بشید، کدوم بازی رو انتخاب میکنید؟ که جوابای جالبی هم ازشون گرفتیم. در تب و تاب پذیرایی با نوشیدنی‌های فایر پاور نوبت به رودشو محصولات ریزر رسید که در طی اون شرکت کنندگان امکان استفاده و تست محصولات برند ریزر رو داشتن و مجموعه اگزو گیم هم سیستم‌های خفنی رو گذاشته بود تا گیمرها بتونن بازی‌های گرافیکی روز رو روی اونا تجربه کنن. در ادامه مراسم با اجرای سپهر ترابی منو دارن میگن بله و نیما فرشین در مورد موضوع کلی مراسم و حامیان اصلی توضیحاتی ارائه شد که بخشی از اونو با همدیگه میبینیم. پانا و اگزو در حقیقت این قابلیت رو برای ماها توی ایران به وجود آوردن که از این به بعد با خیال راحت از محصولات ریزر استفاده بکنیم. چرا خیالمون راحته؟ چون یک نماینده رسمی و قانونی دیگه داره ریزر رو وارد ایران میکنه. البته پانا و اگزو خیلی سال دارن فعالیت میکنن و دیگه خیالمون راحته که آقا اگه من نوعی محصولات ریزر رو خریداری بکنم یه اتفاقی براش بیفته، یه گارانتی معتبر پشتمه که تعویض هم میکنه. یعنی برای ماها تو ایران یه ذره این رویا بوده، ولی از این به بعد تبدیل به واقعیت شده که اگر محصول ما بنا به هر دلیل اتفاقی براش بیفته شما با مراجعه به شعب پانا میتونید از گارانتی تعویض هم استفاده بکنید. این واقعا خیلی خوبه ها، یعنی خیلی. به نظر من اکثر برندها الان اینو ندارن. ما معمولا برندهای دیگر رو استفاده میکنیم ببینیم توپخونه و اینا دنبال بله یا بندازیمش دور چون ممکنه قطعاتش پیدا نشه، ولی خب شما اینجا رسما میتونید بیاید هر محصول ریزر رو که خریدید مشکل دار بود ببرید عوض کنید یه نوشو بگیرید دیگه. چی بهتر از زیر پله‌ای که با هویه نشسته داره سیم داغ میکنه و کنسول شیرازی. ولی دیگه اینجا از این خبرا نیست. پانا و اگزو اومدن که ما دیگه با خیال راحت تری از محصولات ریزر استفاده بکنیم. خب یه نکته هم بهتون بگم، ما یه سری مسابقه داریم که همینجا قراره رقم بخوره، جوایزش هم به موقعش اعلام میکنیم و یه اسپانسر خیلی خفن و درجه یکم داریم که اونم به موقعیت خودش توضیح میدیم کیه، چیه داره چیکار میکنه. اصلا یه سری جایزهای توپ اون آورده امروز برامون آورده. از طرف جی مکس یوتیوب کلی جایزه های خفن و باحال توی این مراسم به شرکت کنندگان هدیه داده شد که اتفاقات عجیب و غریبش رو جلوتر بهتون میگم. بعد از این سلام و احوال پرسیای معمول از احسان میرزاد کمدین و یوتیوبر محبوب دعوت شد تا یه اجرای استندآپ کمدی داشته باشه که اتفاقا خاطرش هم درباره برند ریزر بود. تشریف میاری؟ احسان رو تشویق کنی لطفا. دوستان ما از احسان خواهش کردیم که نداریم همینجوری اجرا کن. الان میکروفون برات میارم. توی یه بازه زمانی کوتاهی خیلی هم وقت احسان رو نگیریم، قراره که برامون
یکم صحبت بکنه و من حدسم اینه که شاید به صورت زنده فشار بخوره. یه همچین چیزاییه. خب ما صحنه رو خالی میکنیم، اینجا دست شما. هر موقع بریم ممکنه منفجر شم. ما یه فامیلی داشتیم، این از این بچه پولدارا بود. میدونین که معمولا یه بچه پولدار تو فامیله که یه سیستم ریزر خفن و موس و کیبورد همه چیشو ست کرده با هم دیگه. من بچه بودم، راهنمایی بودم، رفتم خونه‌اش دیدم که یه موس ریزر داره، اینجا موس دارم و اینا بند نشون داده بود، کلی فخر میفروخت و اینا. گفتم این چیه؟ گفت این ریزر دیگه. ریزر تو دهن من نمیچرخید. فرداش رفتم مدرسه واسه بچه‌ها تعریف می‌کردم این بچه یه موس این مار سه سره هستش، مار سه تا سر داره، اونا داشت. بچه‌ها آها اینو داشتیم و من دوباره رفتم خونه‌شون گفتم خب این موس ریزره، این گرونه، این خفنه، این چی داره آپشن؟ اینو چیکار میکنه؟ چه چیز خارق العاده‌ای داره؟ گفت که احمق ریزر دیگه. گفتم آها همین. گفت همین ریزر باشه کافیه، اصلا آپشن ایناش بقیش بمون، اسم ریزر رو این باشه کافیه. گفتم لابد همین دیگه. موندم، من بزرگ شدم، پولامو جمع کردم، رفتم دانشگاه، یه وام دانشجویی گرفتم، یه قسمتشو خرج کردم، بقیه‌شو گفتم برم یه هدفون ریزر بگیرم. تو دلم مونده بود. اومدم بازار چارسو، گفتم برم یه جای فروشگاهی که تخصصی هدفون و هندزفری اینا کار کنه که قشنگ برم اونجا انتخاب کنم. رفتم اونجا گفتم آقا چند تا هدفون بی زحمت واسه من بیار. یه هدفون ریزرم آورد، هدفون رو گذاشتم تو گوشم، با بقیه مقایسه کردم، آوردم قیمتشو پرسیدم، گفتم خود آقا شما که تخصصت این کاره، میشه تخصصی توضیح بدی این ریزر چه آپشنایی داره؟ گفت اسکل ریزر دیگه. گفتم چشم. اون هدفونه رو خریدم نه واسه خود هدفون، به خاطر اون برچسب ریزری که توی جعبشه، اون خیلی با کلاس تره. همه اینو میزنم به لپتاپشون، میزنم به کیسشون، نهایتا میزنم به موبایلشون. من زده بودم پشت تیبام، قشنگ با آرم سایپام فیت میشه، اونم 3 تا، اینم مار 3 سره. یعنی اولین ورژن تیبا باسیلیکس 2 رو من تو گرگان داشتم. این موندو گذر کردیم تا همین یه هفته پیش آقای گودرزی به ما زنگ زد، گفتش که یه ایونتی هستش، بچه‌ها هستن، یوتیوبرها هستن، واسه ریزر، پاشو بیا. گفتم امیر جان این برنامه چیه؟ چیکار باید بکنیم؟ قضیه چیه؟ گفت خفه شو احسان، ریزر دیگه. 5 دقیقه پیشم بابام زنگ زد، گفت احسان کجای گوشی تو جواب نمیدی؟ گفتم بابا ریزرم دیگه. گفت خفه شو، ریزر رفت جد آبادت، ریزر چیه؟ گفتم آها نه، رو بابا جواب نمیده. در صورت ریزر دیگه. امیدوارم که یه چی خوبش گیرتون بیاد. خیلی مخلصم. در حالی که داشتیم برای بخش بعدی مراسم آماده می شدیم، یهو برق رفت و بوم. یعنی علاوه بر میکروفون برق هم؟ چرا؟ بچه‌ها خب بذار من جوایز رو بگم. ما امروز کنسول جایزه میدیم، PS5، ایکس باکس و دوربین گوپرو. آقا الان میان خفتمون میکنن، همه رو برمی‌دارن میبرن. کاسپلیرای خفن به سبک کال آف دیوتی وارزون وارد محل مراسم شدن که دنبال مکاروف میگشتن. ظاهراً با پینگ اشتباهی اومده بودن تو رویداد ریزر. چی داره میشه؟ اوه حمله کردن. تو گستی جدی؟ خب این ببین سیروسشونه فکر کنم. میگه وریز ماکاروف اینجا نداریم مرد حسابی. بعد از اینکه گست و رفقا راضی به ترک صحنه شدن، برگشتیم به ادامه مراسم و رسیدیم به تورنمنت فیفا بین مهمونا که اتفاقاً یکی از شرکت کننده های فیفا دکتر مهرداد کریمی بود، یکی از مطرح ترین دامپزشک های کشور که خیلی هم محبوبه. بچه‌ها یه اتفاق خیلی جالب، ما اینجا آقای دکتر رو داریم که دامپزشک هستن
اینجا آقای دکتر رو داریم که پزشک هستن. تقابل دو رشته تجربی رو با همدیگه داریم در تصویر میبینیم. واقعا جالب. مجریهای مراسم یعنی نیما و سپری وای باز منو گفتن گزارشگری بازی رو به عهده گرفتن و وسطش هم یه نوشیدنی انرژیزای فایر پاور به بدن زدن. یعنی زدیم که پر انرژی تر مراسم رو ادامه بدن. از بچهای پشت صحنه تشکر می‌کنیم بابت فایر پاور. چیزه اینو تو میکروفون من باز کن خواهش میکنم. صداش نمیاد. مال تو خرابه که. بزن. من دارم تو دماغ تو واسه من متشکرم. خواهش میکنم. به خدا جادش الان تیم فایر پاور میومد اسپانسر من نیما میشد با این زحمتی که براش کشید. تیم دکتر در نهایت تونست 2-1 تیم مقابلش شکست بده و به اعضای تیم برنده هدفون‌های ریزر جایزه داده شد. دمبله تازه نفس از قفس آوردنش بیرون سعی میکنه یه پاس صفر چه گلی میزنه. فرانسه بازی رو میبره. بله چون اعلام کردیم گل طلاییه و بازی تموم میشه. آفساید بود خانم داور آفساید بود. دوباره ندید. ایوان دوباره ندید. تشویق کنید تیم برنده رو. خدمت شما مخلصیم. بعد از مسابقه فیفا بین مهمونا یه مسابقه ای فوتبال هم بین یکی از شرکت کننده ها با حسن پاجانی قهرمان جهان ای فوتبال برگزار شد که حسن 3-0 حریفش رو در هم کوبید که چون بردن بازی در برابر قهرمان جهان یکم مشکله به هر دو عزیز یک کیبورد گیمینگ ریزر جایزه داده شد. جناب آقای آرمان باباگل مدیرعامل مجموعه جیمکس یوتیوب نیز به عنوان چهره این مجموعه سخنرانی مختصری با محوریت گیم و کسب درآمد از یوتیوب داشتند که در اون به اهمیت دنیای بازی‌های ویدیویی و کامیونیتی گیمینگ در دنیای امروز پرداختند. به باور ایشون این روزها گیمرها نقش پررنگی در برندینگ و بازارهای جهانی دارند و رسیدن به یه درآمد بالا از علاقه‌های شخصی مثل گیم دیگه یه رویای کودکانه نیست. افتخار آقای باباگل و مجموعه جیمکس. خیلی خوش اومدید. خیلی خوش اومدین. مخلص خدمت شما. سلام. خب من یک کمی از سن و سال گیمر بودنم گذشته. ترک کردین؟ نه رام ندادید فیفا تیکتون کنم. خدمتتون عرض کنم که تو نسل من 70ام وقتی که شما گیم بازی میکردید احتمالاً بهتون میگفتن که داری وقت تو تلف میکنی یا بشین سر درس و مشقت یا تو برنامه مگه نداری برای آیندت. و اتفاقی که الان افتاده به لطف تغییری که در نسل سوشال مدیاها و تکنولوژی رخ داده اینه که شما با گیمر بودنتون یک قسمت جدی از مارکت هستید. یه قسمتی که میتونه ثروت کسب کنه، میتونه برندینگ کنه، میتونه کمپانی به بزرگی انویدیا رو درگیر خودش بکنه. و این اتفاق به کمک پلتفرم هایی مثل یوتیوب یا تویچ امروز اتفاق افتاد. چند نفر اینجا یوتیوبرن؟ عالی. و گیمر؟ عالی تر. در واقع شما در سبد تولید شما راحت باشید به بله من وسطتون نباشم. آره. شما در سبد تولید محتوای یوتیوب یه قسمت مهمی از زنجیره ثروت ساختن هستید. یه قسمتی که اگر جدی بگیرید خودتون رو و شما رو جدی بگیرن که ما اینجا هستیم تا شما رو جدی بگیریم میتونید یک آینده بسیار شگفت‌انگیزتر از آنچه که در یک اداره یا در یک شرکت برای شما در نظر گرفته شده رو تجربه بکنید. کیا کانال مانیتایز شده دارن اینجا؟ چنل یوتیوب مانیتایز اینجا شده؟ یعنی کسی چنل یوتیوب مانیتایز شده نداره؟ هیچکی. من آخه دارم میبینم بچه‌هایی که چنلشون مانیتایز شده. یه دونه دیدم. یه نفر اونجا دستشو بالا برد. بچه‌های خود جیمکس اونجا من دارم میبینم بچه‌هایی که مانیتایز شدن و اونا دستشون رو صفر پایین نگه داشتن. آره. خجالت میکشن بگن مانیتایز شده. نه یه دونه من اینجا میبینم شما یوتیوب آره کوچولو ولی با چنل بزرگ. راضیید از یوتیوبر بودن؟ راضیان از یوتیوبر بودن. خدا رو شکر. حتی اسپیکرها هم راضی نمیشن. هی ذوق میکنن ضربه میزنن. موضوع اینه که شما
با یکم برنامه ریزی، یکم نظم، یکم جدی گرفتن خودتون یه درآمد قابل توجه و منظم و مستقل رو میتونید. تقصیر من که نیست. نه تا گفتین درآمد قابل توجه اسپیکر خوشحال شد. میتونید تجربه کنید و مخصوصا شما به خاطر اینکه گیمر هستید اگر کانتنتی که درست میکنید کانتنتی باشه که فقط مخاطب فارسی نداشته باشه، یعنی اسکیلبله. این یعنی شما 2 میلیارد و 800 میلیون نفر پتانسیل برای دیده شدن دارید و این ظرفیت یعنی درآمد بالای $10,000 اگر بتونید حالا قسمت جدی از مارکت رو اشغال بکنید. و تعداد یوتیوبرایی که ما باشون کار میکنیم که درآمد بالای $10,000 دارن اصلا کم نیستن. از مریخ هم نیومدن، خیلی هم نمیگم کار ساده‌ایه، طبعا نه، ولی بسیار شدنیه و واقعا ازتون میخوام که این موضوع رو شکم تحقیق کنید، جی مگ رو دنبال بکنید. ما اخبار مربوط به گیم رو و حالا یک حلقه‌ای بین گیمر بودن و یوتیوبر شدن رو سعی کردیم اونجا توی وبسایت gmaxads.com داشته باشیم و اونجا شما خیلی راحت میتونید به اون ملزوماتی که نیاز دارید، اون چیزایی که باید رعایت بکنید، دستیابی پیدا بکنید و با یک شرایط بسیار امن و پایدار چنل یوتیوب خودتون رو مانیتایز بکنید و آیندهتون رو واقعا بسازید. گیمر بودن بسیار جذابه، بسیار فانه. قطعا شما از کاری که میکنید دارید لذت میبرید. چی از این بهتر که کاری که دارید ازش لذت میبرید رو باهاش کسب درآمد هم بکنید. فکر کنم یه فرصت طلایی برای استعدادی باشه که شما دارید. چند نفر الان دوست دارن که یوتیوبر گیمر باشن؟ امیدوار کننده است ولی قابل قبول نه. خیلی به نظرم بذارید من این سوالتون رو اصلاح بکنم. چند نفر دوست دارن در ماه چندین $1,000 درآمد داشته باشن؟ اصلاح شد. عالی شد. مرسی از سپر. من برای همتون آرزوی موفقیت میکنم. امیدوارم که بهترین اتفاقا براتون بیفته و من خودتون تو کلام شما یه مثالی میتونم بزنم. این قضیه که میگن بچه واقعا هست، نمیدونم چقدر آگاهی دارید. ما دوستانی تو همین ایران خودمون، نه لزوما تهران و شیراز و مشهد و تبریز و فلان شهرهای بزرگ، داریم که درآمدشون به چند میلیارد تومان در ماه یا حتی بعضی موقع‌ها به چند 10 میلیارد تومان از یوتیوب داره میرسه و این اصلا دور از ذهن نیست و فکر میکنم جی مکس همون پلیه که میتونه خیلی همون رو به این درآمد نزدیک بکنه. باعث افتخار ماست. الان چند نفر میخوان یوتیوبر گیمر باشن؟ میدونید بزرگترین درآمد یوتیوب در آقای گودرزی یه جوری بالا پایین میپره انگار به نون شبش محتاج میلیاردر جمع. کل تجهیزاتش ریزر بود، بعد بالا پایین میپره میخواد یوتیوبر شه. بزرگترین چنل درآمدی ایران، یعنی بیشترین درآمد رو در یوتیوب فارسی، هرچند فارسی نیست چنلشون، یک گیمر در واقع یک چنل گیم داره در ایران با بالای $200,000 درآمد در ماه. من وکیلم. دلار الان شده 62، یکی ضرب میکنه 300,000 یه وکیل تا رو. که توی نیویورک باشه پروانه وکالتش متوسط $130,000 در سال درآمد داره. برای که به مقدار یعنی داریم راجع به 18 میلیارد تومان درآمد در ماه صحبت میکنیم. یه لنکروز در ماه مثلا. چند سالشونه؟ 21 سال. آره. من بیشتر از این مسیرمون رو اشتباه رفتم. اصلا خیلی. من بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم. به افتخار خودتون دست بزنید و منتظر چنل‌های بسیار پردرآمدتون هستم. میرسیم به بخش جذاب هر مراسم، یعنی قرعه کشی، که البته بعد از اعلام برنده ها دیگه طبیعتاً برای بقیه جذاب نیست. جایزه هایی که از طرف مجموعه جی مکس تو این مراسم برای مهمونا در نظر گرفته شده بود شامل یک دستگاه PS5 و ایکس باکس دیجیتال و یک کنترلر پلی استیشن و یک کنترلر ایکس باکس و دوربین گوپرو بود. اتفاق جالب و قابل توجهی که در هنگام قرعه کشی رخ داد، بردن PS5 توسط میثم خلیلزاده، سردبیر رسانه زومجی بود که لحظه بردن جایزه توی سالن نبود، اما بعدش فهمید که چه جایزه‌ای برده. خب بریم برای پلی استیشن 5. 2088 از آینده میاد. کی انقدر خوش شانسه؟ اوه میثم خلیلزاده، سردبیر زومجی.
عجب شانسی داری میثم خلیلزاده. میثم کجاست؟ میثم تو سالن بودی. میثم کلا در دسترس نیست، بهش زنگم میزنی جواب نمیده. تلگرامم دیر سین میکنه. میثم خلیلزاده مثل اینکه برگشت سالن. درست میگم؟ میثم تو کجایی بهت زنگ میزنی؟ من بهت گفتم قبل از اجرام که بهت زنگ میزنیم جواب نمیدی. میثم کانکشن مهمتره یا PS5؟ زشته آقا، زشته. میثم بیا جایزتو بگیر. میثم خلیلزاده پیدا شد، تشویقش کنید لطفا. بیاریدش لطفا آقای بابا. این غیب میشه یهو. شانس زده دیگه، از آیندم اومدی با شماره 2088 2088. این سایبرپانک بعدیه. به افتخار میثم خلیلزاده برنده PS5 شرکت جی مکس. خیلی مرسی مخلصیم از این جوایز فوق العاده. مجموعه جی مکس یه تشویق فوق العاده نداره؟ در هیاهوی مراسم ما برای اینکه بیشتر سرگرم بشین 2 تا ویدیوی چالشی هم براتون تهیه کردیم که اولیش چالش 2 گزینه‌ای بین بازی‌های مختلف بود که شرکت کننده ها مجبور شدن انتخابای سختی بین بازی‌های مورد علاقه‌شون داشته باشن. سان اندریاس یا اساسین کرید 2؟ وای چقدر سخت شروع شد. نسخه کامل این ویدیو رو میتونید همین الان توی کانالمون ببینید و لذتشو ببرید. ویدیوی دومی هم چالش یوتیوبر شناسی بود تا ببینیم افراد مختلف چقدر چهره‌های سرشناس یوتیوب رو میشناسن که جوابای جالبی ازشون گرفتیم. این مارک بود اسمش. نمیدونم چیه، فقط میدونم گیمره. یه صدای خیلی باحالی هم داره. نسخه کامل این ویدیو هم همین الان توی کانالمونه که پیشنهاد میشه به هیچ عنوان از دستش ندید. رویداد ریزر فرصت مناسبی برای تعامل با گروه بزرگی از دوستداران دنیای بازی‌های ویدیویی که به میزبانی پانا و اگزوگیم و اسپانسرینگ مجموعه جی مکس برگزار شد که سعی کردیم پوشش مفید و مختصری از مراسم رو براتون داشته باشیم تا شما هم کیفشو ببرید. حتما کانال یوتیوب، پیج اینستاگرام و وبسایت جی مکس رو دنبال کنید تا هم از اخبار و اطلاعات فنی دنیای ویدیو گیم و بستر تولید محتوای یوتیوب با خبر باشید و اگه باز هم ایونتی برگزار شد بتونید مطلع بشید تا بتونیم شما هم ببینیم.